بذار حدس بزنم تو هم میخوای تامنیل زدن یاد بگیری ولی پی سی در دسترس نداری که بخوای با فتوشاپ تامنیل بزنی، ولی اصلا جای نگرانی نداره، چون من داخل این ویدیو تصمیم میبرم بهت یاد بدم که چطور این تامنیل رو داخل گوشی دستت بزنی. من داخل این ویدیو 0 تا 100 زدن این تامنیل رو قراره بهت کامل یاد بدم. تو این ویدیو یاد میگیری که اسم برنامه چیه، چطور ما سوژمون از بک‌گراند جدا کنیم داخل برنامه، چطور با افکتاش کار کنیم و چطور متنمون رو مثل همه یوتیوبرهای معروف روی تامنیلامون بندازیم. مثلا اگه به تامنیل و کارهای گرافیکی علاقه‌مندی حتما چنل منو دنبال کن و یه کامنت این زیر بذار تا خستگیم در بره. پس بدون معطلی بزن بریم سراغ ویدیو. باجی تو مرحله اول شما باید برنامه پیکسارت رو از طریق موبایلتون باز کنید. حالا روی این به علاوه بزنید و از این قسمت روی سیال بزنید تا بتونید اون تصویری که میخواید انتخاب کنید. اوکی، به نظر من این بک‌گراند مناسبیه. همین رو روش میزنم و وارد قسمت افکت ها غیره میشم. توی این قسمت اگه روی اد فوتو بزنید میتونید عکسای جدیدی وارد کنید. خب که من میخوام تو مرحله اول سوژه‌ای که دارم وارد کنم. مثلا من به عنوان نمونه یک عکس از آریو کوکسر انتخاب کردم و روش کلیک کردم و بعد روی این گزینه اد زدم تا اضافه بشه. حالا چیکار کنیم بچه‌ها؟ بیاید از این قسمت روی گزینه فری کراپ بزنید و تو این قسمت روی پرشن بزنید تا به صورت خودکار عکستون دوربری کنه. و همونطور که می‌بینید یه ذره مشکلات داره. روی پاکون بزنید و یه مقدار زوم کنید و هاردنسش رو برید بالا سر و حالا سایزش هم بستگی به خودتون تغییرش بدید و آروم آروم شروع کنیم به پاک کردن جاهایی که به صورت خودکار اضافه برای شما دوربری کرده، چون همونطور که میدونید خیلی این هوش مصنوعی پیکسارت واقعی نیستش و جایی که انتخاب نکرده رو با براش این کار انجام بدید. حالا در نهایت روی اوکی بزنید تا برای شما عکس رو دوربری کنه. عکس رو دور بزرگتر میکنم و میذارم این گوشه تصویر حالا به عنوان نمونه. حالا میام وارد بخش افکت ها میشم و افکت HDR رو بهش میدم. میام یک مقداری فید رو بیشتر میکنم تا اون شدت کمتر بشه و یک مقداری بلر رو تنظیم میکنم. بعد روی اوکی میزنم که همونطور که میبینید خیلی بهتر شدش. حالا دوباره روی افکت ها میزنم و میام افکت شارپن رو با اپاسیتی بالا بهش میدم. حالا که این کاری کردیم روی اد فوتو میزنیم تا اون سوژه که داریم رو اضافه کنیم به کار. مثلا همونطور که اول ویدیو دیدید موضوع این تامنیل آموزش زدن مود روی بازیه. سر همون من یه دونه عکس از یه ماشین ایرانی داخل بازی GTA V انتخاب کردم میخوام اضافهش کنم. حالا که تصویر رو اضافه کردیم یک مقداری بزرگترش میکنیم و به این گزینه میزنیم روی موو داون میزنیم تا بیفته پشت سوژمون. حالا از این قسمت روی کراپ میزنیم و از این قسمت روی شیپ میزنیم. این مربعی که گوشای راندی داره رو انتخاب میکنیم و اندازه تصویرمون اینا کش میاریم. در نهایت روی اوکی میزنیم تا برای ما این تصویر رو با این شیپ کراپ کنم. این کار باعث میشه گوشای سوژمون نرم بشه و خیلی کار خفن‌تر بشه. از قسمت بوردر یک مقداری بهش استروک میدیم و مقدارش میذاریم روی 4 و در نهایت یک مقداری بهش شادو میدیم. حالا من یک مقداری به سوژم شادو میدم تا تقریبا یک نواخت بشه. و حالا که این کار کردیم میایم روی تولز میزنیم و از این قسمت اجزاس رو انتخاب میکنیم و یک مقداری برایتنس و کنتراست و ساتوریشن و غیره بازی میکنیم. مثلا من برایتنس یه ذره بردم بالاتر، کنتراست یه ذره بردم پایینتر و کلاریتی هیرو اندازه تامنیل هم تغییر دادمش. در نهایت بیاید روی تمپ بزنید و یک مقداری تصویرتون رو به گرمی ببرید. حالا که این کار کردیم روی تکست رو میزنیم و چیزی که میخوایم رو مینویسیم. مثلا من اینجا نوشتم آموزش نصب مود و قراره توی لایه پایینش هم بنویسم بازی. روی فونت بزنید و حالا یک فونتی با سلیقه خودتون انتخاب کنید. مثلا من از فونت گرافیک عربی استفاده کردم که داخل کانال تلگرام گذاشتم، شیفت برید دانلود کنید. میام روش کلیک میکنم و دوبلیکیت رو از این قسمت میزنم. یه دابل کلیک میکنم روش و اسمش رو تغییر میدم به حالا چیزی که میخوام خودم. مثلا مینویسم ماشین ایرانی چون کلا هدف ویدیو همین بودش. میام روی ماشین ایرانی میزنیم و رنگش رو تبدیل به رنگ سبز میکنیم تا کارمون بهتر بشه. حالا روی اسپیسینگ میزنیم و یک مقداری کاراکترها رو به هم دیگه نزدیکتر میکنیم تا کارمون بهتر بشه.
حالا بعد جایگذاریشون رو هم دیگه میایم از این قسمت بهشون شادو میدیم. مثلا من میام شادوی ماشین ایرانی رو سبز میکنم رنگشو تا یه حالت گلوی باحالی به تکسم بدم. فقط حواستون باشه که از تو قسمت پوزیشن جاشو تنظیم کنید. حالا یه دونه شیپ درست میکنیم از این شیپ های مربع که گوشه‌های نرمی داره. کوچیکش میکنیم و اندازه کل لایه پشتیمون اینو ما کش میاریم. حالا که این کارو کردیم رنگشو تبدیل به یه رنگ مشکی میکنیم و از این گزینه روی موو داون میزنیم تا بیاد زیر لایه اون. حالا یه کاری که واسه بهتر شدن کارتون میتونه انجام بدین استفاده کردن از ایموجیاست. مثلا من ایموجیای دلخواه میذارم و بعد میذارم روی موو داون تا بیفته زیر لایه تکسامون. حالا اونجایی که فونتای خود گوشه شیائومی خوب نیستن میام از فونتای آیفون استفاده میکنم و در نهایت روی اوکی میذارم و این شد نتیجه کار. رفقا اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما چنل رو سابسکرایب کنید و این ویدیو رو لایک کنید.